پیش بینی می‌کردم که این بازی رو بالاخره می‌بریم. عمق فاجعه اونجاست که ما 2 تا ضربه در چارچوب داشتیم علیرضا. به نظر 2 تا ضربه در چارچوب چی بود؟ گل نمی‌شد در ثانیه‌های پایانی بازی، ما الان خوشحال بودیم این تفکر رو نداشتیم. یکی از بدترین بازی‌های داماش بود که خودم به چشم دیده بودم. اون فصل 94 95 به نظر آخرش چی شد؟ من فکر می‌کنم حتی با همین بازیکنان یا نهایتاً تقویتی که در نیم فصل انجام بشه، حتی با همین کادر فنی من میگم تیم میمونه. چه که این پاس نشه، اون داره میاد، این میره، اون میاد. اصلا چیزی بود که مورد انتقاد هوادارامون هم به هر حال قرار گرفت به بازی قبل. کار به جایی برسه که اون مردمی که روی سکو دارن تشریف میکنن بیان ضد ما حرف بزنن. دیگه اصلا بازیکنمون تک به تک میشه توپو میزنه، اصلا یک جای عجیب و غریبی. نظرم در مورد بازی آستارا اینه که با اقتدار میبازیم و خواهشاً هر کی که میتونه به این تیم کمک کنه که تکلیفش مشخص بشه و روی روال برد بیفته، روی روال موفقیت بیفته، خواهشاً چیزی کم نذاره.